هارو نویسنده کتاب اسرار ذهن ثروتمندان میگه که اگر که ذهن تو مثل یه ترموستات فرض بکنی، موقعی که افکار و باورهای فقیرانه داشته باشی، اگه پولم تو دستت بیاد مثل یخ آب میشه. یعنی چی؟ یعنی که اگه تو فکر کنی پول کثیفه یا اینکه ثروتمند آدمای بدی هستن، خب دائم مشکل داری با پول در آوردن. حالا وقتشه که ذهنتو آپدیت کنی و به جای اینکه بگی من پول کم در میارم، بگی که من مغزمو گذاشتم رو حالت میلیاردر شدن. و یه سری از ثروتمندان هم هستن که پول خودشون رو از دست میدن، مثل دونالد ترامپ دیگه. چند بار مثلا پولش از دست داده ولی باز تونسته که ثروت خلق کنه. حالا وقتشه که مغزتو آپدیت بکنی و اینم بفرستی برای کسایی که فکر میکنی که به دردشون میخوره و اینکه درآمدت رو چجوری مدیریت میکنی. پیشنهاد به اون بده توی کامنت ها.